سلام بچه‌ها. امروز کتاب خرگوش گوش داد رو با هم دیگه میخونیم. این کتاب از اون کتاباییه که برای شناخت بهتر و پذیرش دیگران، کمک کردن، همدلی و حمایت از دیگران و دوست داشتن همدیگه میتونیم با هم بخونیم. یه روز تیلور تصمیم گرفت یه چیزی بسازه. یه چیز تازه و مخصوص. و البته معرکه. حالا تیلور به کار خودش افتخار میکرد. واقعا خاص بود. اما یهو نه، همه چیزی رو شد. و تیلور خیلی ناراحت شد. اول از همه مرغ این صحنه رو دید. خود. خیلی متاسفم و باز هم متاسفم که این اتفاق افتاد. بیا حرف بزنیم و بازم حرف بزنیم. قد. اما تیلور حالا حوصله حرف زدن نداشت. این بود که مرغ رفت به کارش. بعد خرس از راه رسید. خور چه وحشتناک. حتم دارم خیلی عصبانی هستی. بیا داد و هوار بکشیم. آی داد، آی هوار. اما تیلور حالا حوصله داد و هوارم نداشت. این بود که خرس هم رفت پی کارش. فیل تازه از ماجرا با خبر شده بود. خودم همه چیزو درست میکنم. فقط باید یادمون بیاد دقیقاً چی به چی بوده. اما تیلور حالا حوصله به یاد آوردنم نداشت. این بود که فیل هم رفت پی کارش. بقیه هم یکی اومدن. کفتار گفت بیا بهش بخندیم. شترمرغ گفت بیا قایم بشیم و خیال کنیم هیچ اتفاقی نیفتاده. کانگورو گفت پس اینجا چقدر ریخت و باشه، بیا همه چیزو بریزیم دور. مار گفت بیا ما هم مال بقیه رو خراب کنیم. اما تیلور حال و حوصله هیچ کدومو نداشت. این بود که آخرش همه رفتن پی کارشون و تیلور تنها شد. اونقدر دور و برش ساکت بود که متوجه اومدن خرگوش نشد. خرگوش نزدیکتر اومد، طوری که تیلور گرمای تنش رو حس کرد. دوتایی توی سکوت نشسته بودن که تیلور به حرف اومد. خواهش میکنم پیش من بمون. خرگوش گوش داد. بعد تیلور حرف زد و خرگوش گوش داد. تیلور فریاد زد و خرگوش گوش داد. خرگوش گوش داد وقتی تیلور به یاد آورد و خندید. خرگوش به نقشه قایم شدن تیلور گوش داد و نقشه دور ریختن همه چیز و خراب کردن چیزهای دیگران. توی تمام این مدت خرگوش از تیلور جدا نشد. و بعد وقتش که رسید به حرفای تیلور درباره از نو ساختن همه چیز گوش داد. تیلور گفت باید دست به کار بشم. وای که چه چیز محشری میشه. بچه‌ها، گاهی تاثیر بغل کردن بیشتر از حرف زدنه. گاهی وقتا شاید فقط لازم باشه بشینیم و گوش بدیم به حرف دوستامون. امیدوارم از قصه امروز خوشتون اومده باشه. خداحافظ.